5 تا بهترین مود ماینکرافت که اگه میخواین زامبی پلی بدین حتما نیازتون میشه. اولین مود اسمش از لاست سیتی. این مود یه دنیای جدیدی میسازه که پر از شهرهای خراب و متروکه است، ساختمون و تونل‌های زیادی داره و اصلا ماجراجویی و بقا میده که همین خیلی بازی و طبیعی‌تر و ترسناک‌تر میکنه. که تازه جالبی داستان اینجاست که خودت هم میتونی تنظیم کنی، چه دستی چه خود بازی. مود بعدی اسمش از این کنترل. این مود بهت اجازه میده اسپان شدن مابا رو کنترل کنی، مثلا مشخص کنی چه موجودی کجا چطور اسپان شه، که خب یکم کانفیگ کردن سخته ولی خب هر کاری نشد نداره. مود بعدی که اسمش از اسپارتان شیلد یعنی مود سوم، انواع شیلد جدید و قوی به بازی اضافه میکنه که هر کدوم قابلیت خاص خودشو داره. مود بعدی اسمش از اسپارتان وپنری، یه عالم سلاح جدید مثل شمشیر، نیزه، تبر و بوهای خاص به بازی اضافه میکنه تا فایت دادن خیلی متنوع‌تر بشه. مود بعدی اسمش هست بد ماب که مود آخرمون هست و مود پنجمه. با این مود میتونی هر مابی که دوست نداری و کاملا حذفش کنی، که خب اینم کانفیگیه ولی خب کانفیگش خیلی راحت‌تر از مود این کنترله.